با سلام. با سایت گاما اپ میتونیم به راحتی به تعدادی که دلمون میخواد اسلاید برای فایلی که مورد نظرمونه درست کنیم. اولین کاری که باید بکنیم با اکانت گوگلمون لاگین میکنیم. بعد میریم وارد Create New میشیم. در این قسمت import فایل رو انتخاب میکنیم. در این قسمت upload فایل رو انتخاب میکنیم و فایل مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. منتظر میشیم تا فایلمون آپلود بشه. گزینه اول رو انتخاب میکنیم و کانتینیو رو میزنیم. در این قسمت میایم مشخص میکنیم که طرحی که برای اسلایدامون میخوایم به چه شکلی باشه و تعداد اسلاید هامون هم در اینجا مشخص میکنیم. من 8 اسلاید در نظر میگیرم. عکساش هم میگیم به صورت اتوماتیک برامون بیاره و قسمت جنریت رو میزنیم و منتظر میشیم تا اسلایدامون ساخته بشن. با طرحی که انتخاب کردیم. بعد از اینکه اسلایدها مشخص شدن و آماده شدن، ما میتونیم روی تک تک اونها تغییراتی که دلمون میخواد اعمال کنیم و بعد از اون شیر کنیم و به صورت اکسپورت استفاده کنیم. اسلاید هامون به این زیبایی ساخته شدن و براشون اتوماتیک عکس های زیبا هم در نظر گرفته شده. در این قسمت میتونیم هر تغییری دلمون میخواد روی اسلایدامون بدیم. در قسمت بعد شیر میزنیم، اکسپورت رو میزنیم و میگیم که ما به چه شکلی این فایل رو میخوایم. آیا به صورت PDF یا به صورت پاورپوینت یا شکل دیگه که ما به صورت پاور رو انتخاب میکنیم و منتظر میشیم تا فایلمون اکسپورت. به این ترتیب تونستیم به راحتی با گاما اپ یه تعداد اسلاید رو به راحتی از فایل وردمون بسازیم.